عزیزای بینده، امروز آمدیم شهر استالف تا یک گزارش برای شما به ثبت داشته باشیم و ببینیم که حال احوال مردم استالف از چه قرار است. چی گپ است؟ چطور آغاز کردی روزه؟ قراری است فضل خدا خوب است دیگه، روز خوب است دیگه ان شاء الله. امروز اما تو هوای استالف سرما زد، خاصی ما و کامرامین عزیز ما و همکارایی که پشت کامرا است بیایم احوالتون رو بگیریم. زنده باشه، زنده باشه. چطور هستین؟ روز خوب آغاز کردی؟ خوب است فضل خدا خوب است، ان شاء الله امنیت است ان شاء الله. شکر، زنده باشین. و چون می‌خوایم که یک چیز انتیک پیش ما باشه و من حیث ازی باشه که یک چیز هست که انتیک است و نمونه هست، بس کارکرد پدرجانم است. همونطور سا روبری میریم پدرجان عزیزم و کاسایی که من شما پرسان میکنم قیمتاشو بر ما بگوین و عمل چی کنیم. پدرجان عزیزم همی کاسه روبری که هست همینجا بسیار رنگک لاجوردی و سبز و کریمی داره، بسیار یک دیزاینک مقبول. قیمت ازی چند است و شما چند به فروشات میرسن؟ قیمت از اون 250 است. 250 بله ها. یک کاسه 250. 250 باز دیگه شما از باز این پایینگیش است که قیمت 40 روپیه است. 40 روپیه. بله ها دیگه. خب به نظر من که گل از اینا فرق میکنه. گلش دیگه نه، گلش نیست که متاثر اون نقش نگارش است که باز دیزاین کاری میشه. دیزاین کاریش. بله ها به خاطر دیزاین کاریش. این از جلال آباد اومد. این هموطنان عزیز گپکای پیشتر مگه یادتون نرفته باشه گفتم کسایی که دور از کشور هستن بیاین بگیرین. این هموطنان دیگه ما از جلال آباد اومدن. اینا جلال آباد سلام و عرض احترامات خدمت تمام عزیزای بینده. خدا کنه جور و سلامت و سرحال باشین و هر جایی که هستین دور از آفت و بلا. سعدیه جلال هستم در خدمت شما از چینل یوتیوب حریر میدیا. عزیزای بینده، امروز آمدیم شهر استالف تا یک گزارش برای شما به ثبت داشته باشیم و ببینیم که حال احوال مردم استالف از چه قرار است و تا آخرین دقایق با ما همراه باشین و مرا تنها نگذارید. عزیزای بینده، فعلا داخل دکان هستم که کاسای گلی و چاینک و یگان چیزای دیگه تهیه و آماده کردن دستکارایشون است. با پدرجان عزیزم که صاحب همین دکان است سخنان می داشته باشیم. سلام علیکم پدر. سلام، خوب است؟ خوب است؟ شکر، زنده و سلامت باشین. خودتون خوب هستین؟ زنده باشی. چی گپ است؟ چطور آغاز کردی روزه؟ قراری است فضل خدا خوب است دیگه، روز خوب است دیگه ان شاء الله. امروز اما تو هوای استالف سرما زد، خاصی ما و کامرامین عزیز ما و همکارایی که پشت کامرا است بیایم احوالتون رو بگیریم. زنده باشه، زنده باشه. چطور هستین؟ روز خوب آغاز کردین؟ خوب است فضل خدا خوب است، ان شاء الله امنیت است ان شاء الله. شکر، زنده باشین. و نامکتون اگر به عزیزای بینده خود یک معرفی داشته باشین کوتاه. نام از فیض عالم است که باشنده ولسوالی استالف هستیم. همینجا دکان ماست. خیلی که وقت میشه که تقریبا 20 سال میشه که من در بازار هستم. همین مصروف همین دکانداری هستیم. تشکر از معرفیتون. و چقدر وقت است که دکان دارید شما؟ دکان یک 20 سال شد که اینجا هستم. 20 سال میشه؟ بله. 20 سال میشه کاسه مفروشید. باز اینا کی براتون تهیه میکنه؟ باز این چیز دیگه داش هست که داشای کلالی است که باز جور میکنن، ما اینجا میاریم میشه تا بازار عرضه میکنیم میفروشیم. خب از صبح تا بعد کس اومده مشتری یا نه؟ یگام تا دیگه میای خیازرگک بازارای ما دی وقتا خط شده. همه کار عزیزای بینده بازار خط شده. خوب نیست اصلا. خب پدرجان عزیزم ان شاء الله خوب شده، میره پیشرفت کرده، میدیم دیگه. ما منتظر عزیزیم که چه وقت بخیر ان شاء الله سر میشه. ان شاء الله. خدا مهربان است. زنده باشین. پدرجان عزیزم پشت سر ما بسیار کاسه های رنگارنگ چیندگی است. بیا که بریم یگان تاشو به معرفی بگیریم. همونطور سا روبری میریم پدرجان عزیزم و کاسایی که من شما پرسان میکنم قیمتاشو بر ما بگوین و عمل چی کنیم. پدرجان عزیزم همی کاسه روبری که هست همینجا بسیار رنگک لاجوردی و سبز و کریمی داره، بسیار یک دیزاینک مقبول. قیمت ازی چند است و شما چند به فروشات میرسن؟ قیمت از اون 250 است. 250 بله ها. یک کاسه 250. 250 روپیه باز دیگه شما از باز این پایینگیش است که قیمت 40 روپیه است. 40 روپیه. بله ها دیگه. خب به نظر من که گل از اینا فرق میکنه. گلش دیگه نه، گلش نیست که متاثر اون نقش نگارش است که باز دیزاین کاری میشه. دیزاین کاریش. بله به خاطر دیزاین کاریش. زنده باشین. و بهترین کاسه که در شروع مزه میده کاسه گلی کدام کاسه است؟ این همین کاسه که سر میگویی این همین کاسه خوبش است. و بینده های عزیز قصه های شیرین ما ادامه داره و پیش از اینکه ما قصه های خوبتر دگان بر شما داشته باشیم تصویری از داخل دکان داشته باشیم.
بینده های عزیز تصاویر از داخل دکان داشتین و من از اون یک گلاسک انتخاب کردم و خواستم درباره‌اش از پرجان معلومات بگیرم. خب قیمت از این گلاس چنده؟ قیمت از 40 روپیه است. 40 روپیه؟ بله. و دای آب نوشجان میکنن یا دوغ؟ آب هم بخوریم میشه، دوغ هم بخوریم. به نظر من که نمی دوغ خوب مزه میده. کیف میکنم تا. دوغ خوب است دیگه. بله. با صورت در خانه از این ظرفایی که شما داخل دکان دارین استفاده میکنین میبرین یا نه؟ بله داریم، در خانه هم داریم. دیگه شوربات را خوب مزه میده. شوربا هر چی که بخوریم مزه میده دیگه. نام خدا چوب خوش اخلاق هستین. زنده باشین. به نظر امروز خوب فروشات کردین. خوب است دیگه. همین دانکتون دخنده است همیشه هم لبخند داشته باشین. نه خوش است. آزارتان همین خوی گلاس با ما چند قیمت میکنی حالا؟ دیگه تو دیگه یک گلاس حق داری که چون پیسه نمیدی صدقه سرت بگی برو. گفتی از دیگه توفه میخوای؟ خیره یک گلاس اون از رنگ داراش میگیری ازش میگیری. پرجان عزیزم ان شاء الله باز اگر خواستم باز میگیرم باز گلاس تجربه میکنم بینده های نگه سریع در دکان رفت توفه میگیره. خب پرجان عزیزم و نگفتن من عزیز بینه اینجا به نظرم چلم میگن چی میگن اینجا گلی هست من میخوام میام با شما دربارش کمک معلومات بدم. پرجان عزیزم و این گفته این چلم است چه قسم تهیه میشه و کی آماده میکنه؟ والا دیگه کسی که کار داره و نبود خودش جورش مردم که چلم میزنن و قیلون میزنن یعنی میگن میخندن. والا او دیگه اون بسیار کم مردم استفاده میکنه. این دیگه هستن از سابقاست. رسم رواج حالی پلاستیکی چیزای دیگه حالی اون قیلون درا برام از یا کسی استفاده نمیکنه. مثلا عزیز هست و قیلون چلم اینجاست. بیاین از اینجا بگیرین که چون چیز قدیم هم است و دست کار خود هموطنان عزیز ما است واقعا شاید مزام بتوان چلم زدن. خب پدر عزیز من اینجا سبدهای چوبی هم هست که این سبدها رو بر چی تهیه کردن و این بچی است؟ بر میوه است که بر توت بر سیب و شفتالو تو را میچینه مردم. حالا مردم استفاده میکنن؟ بله استفاده. دیگه به خصوص سعدیه جان اینجا آمده یک تازی بر ازی از پیشنهاد میگیم. دیگه برام دشار کابل مردم بگه سعدیه از کجا آورده. تشکر زنده و سلامت باشی. بسیار چیزای انتیک است چیزای بینده که هر کدامش نمیشه به شما تعریف کنم و به شما معلومات بدم دربارهشون. تصاویر خودتان که دیدین و ان شاء الله هر کدامش خوشتون اومد دیگه از سالف از بیاین بگیرین و ببرین و کسایی که در خارج از کشور هستن علاقمند هستن دیگه این گفتن نمیتونم پدرجان ان شاء الله بیاین از پدرجان دیگه بگیرن. و زنده و سلامت باشی پدر عزیزم که درباره چیزای دستکاردهای خود سالفتان بر ما معلومات دادین. اگه کدام پیام خاطری جالب دارین به بینده های عزیز؟ دیگه ما کدام خاطره چیز نداریم که نمید چیز باشه که ما آرامی باشه که ما کسب کار کنیم. دیگه کدام چیز نداریم که وطن ما آرام باشه. دیگه کدام امی زندگی هم کلش سر تا سر خودش یک خاطره است. ولی خاطره. خب زنده باشین پدر عزیزم. بیشتر از این مزاحمتان نمیشم. خدا حافظ و خداوند یکتا میسپارم. خدا حافظ. عزیزای بینده برنامه ادامه داره با یک دو برادر دیگه ما مگه ان شاء الله وقت داشتم و صحبت های حاضرشون که ما داشته باشن می داشته باشم و همراه ما باشن. سلام علیکم. و علیکم. خوب هستین صحتمند؟ خوش باشین. خواستم که همه تو فتک کرده بیای محوال طرف بسان کنم. بسیار کار میکنه. خوب کردی بخیر آمده. خوب هستی؟ شکر. چی فروختی بخیر؟ چند اونجا که فروختیم بالای وطن داره. این از جلال آباد تا اینجا آمدیم. این از جلال آباد آمد. این هموطنان عزیز گپک های پیشتر مگه یادتان نرفته باشه گفتم کسایی که دور از کشور هستن بیاین بگیرین. هموطنان دیگه ما از جلال آباد اومدن. اینا جلال آباد آمدیم. با چندی برشان جاکت فروختی پدر؟ جاکار ارزون فروختیم برشان یک دو صدی فروختیم به خاطر اینکه خینال یک تا جک از این پدرم میگیرم. چطور؟ بسیار خوبش میتونم بر شما مراسم دگام میکنم شما. زنده باشی. پدر عزیزم اگه خدا یک معرفی کوتاه داشته باشی به هموطنان عزیزم. سوالتان نگرفتم. نمک قندتان. سوالتان نگرفتم. گفتم اسمتان چیست خواهی یک معرفی کنید؟ ببخشید اسم ماجی ملک محمد یکی از باشنده سالب از جمله کلاله سالب. چند سال است که اینجا دکان دارید پدر عزیز؟ تقریبا 45 سال میشه میگم. 5 سال میشه عزیزای بینده چی یک پدر و نام خدا خیر دیگه کل خاطرات جالب کل خاطرات بعد پیشانه است. کل عمر میگه گذشتم ولی آن میگم از اون پیش امی صنعت پیش میبردیم بعد از اون که در دکانداری کاسبی پیش کردیم با صنعت دیگرها کار میکنم میجستم. صنعت دستی خودتون کار میکنید؟ خودم کار میکنم. چند سال کار کردید؟ تقریبا میراثی پدر است از ما بر ما میراثی است از پدر ما کاری چطور این بازارتون چطور سال هم فروشاتتون میشه مشتری دارین ندارین مردم میای یا نه؟ نه اگر یک مردم کم پیسه است
بسیار علاقه داره مردم افغانستان، بسیار علاقه خاص دارن مگر برای پیسه ندارن. ولی خوششان میاد، ظرف خوششان میاد مگر پیسه ندارن که بیان بخرن. بازم میان خوب است مردم میبره. و بینده های عزیز، من همراه پدر عزیزم پیش میرم چیزای هنتیک که هست به شما به نمایش میگذارم و همینجا میوه دانی است، میوه خشک، میوه تازه. بله ها و واقعا که چیزای هنتیک است. من اگه شربتم چپا نشه که عزیزای بینده و هموطنان عزیزم، واقعا بسیار چیزای هنتیک هست و هم از میوه خشک است و هم از میوه تازه که سیب و انگور دیش میچینن. بسیار چیزای هنتیک هستن دیگه. چیزای پرجان عزیزم این چی است که اینجا هست؟ خب دیگه چیزی هم هست. دیگه اون واقع هست برای چاگیت هست، یا هست بر میوه خشک است، هیچ بر میوه تازه است. اونو ترموزای هست و اینی جکای هست و باز اینی دیگه مجسمه که بعضی چیزا کاری میگن فروش دیابند. دیگه اینی گلدانای گل است و اینی کاسایی که شوروا خوری که شوروا بسیار لذت میکنه. نمیاد باز هر چا شما خودتون مثلا شوروا نوشیدن که امروز میهمان ما باشید این کاسه براتون شوروا. به به هموطنان عزیز، یک شوروا امشب اگه شد ان شاء الله میخوریم، نوشیدن میکنیم و امروز خودتون اگه نکنیم خیر بخیر باز خودم آماده میکنیم. نه کنیم گپ نیست، پیشمان باشید میهمان هستید. زنده باشید. سالف میهمان خانه است، میهمان نواز است، هیچ چیزی کار نداره، نه قدرت کار داره نه چوکی کار داره، صرف امنیت کار داره و صنعت میخواد یک صنعت وطن پیش بره. ان شاء الله من میگم در کارهایتان پیشرفت کنین و برکت گفته و در دکان کلانتان که روز مزرعه دور آمدیم چی برای ما تحفه میدید؟ همین کلش توفه دست. نه ما یک چیزی که خاص میخوایم که سالها پیش من میگم من چی که خوشت اومد دزبان بگی برو چیش نگه. الان تو نگفته که باز نقصان میشه پرنده. این سال میهمان خانه است، میهمان نواز است. 3 سال باید که میهمان نواز باشه، اگر نباشه استالفی گفته نمیشه. هر کسی که مردمایی هستین که میهمان نواز. بله سال باید میهمان نواز باشه، میهمان خانه باشه، قدرت کار نداره، چوکی کار نداره، کدوم چیز دیگه صرف عدالت و امنیت کار داره و صنعت پیش بره، میهمان نواز باشه. بس خلاص. سلامت باشین و عزیزای بینده بسیار چیزای هنتیک هست که طرف هر کدامش سعی کنی مقبولیت و زیبایی خاص خود داره و اینکه من هر کدامش بر شما تعریف کنم نمیشه و خودتون اگه ببینین خودتون ان شاء الله تعریف میکنین و میگوین و کسایی که هر چیزی که خوشش میاد بر ما کامنت بانن ان شاء الله باز برشان آدرس دکان ان شاء الله که شما آدرس بدین که نمیده به سال بازار سال این صنایع است، تولید وطن است. بسیار مردم بعضی علاقه خاص داره و کلیگی مردم از استفاده خاص میکنه و بسیار سنت هم از این غذا خوردن و یارمونه و نکل و چیزا کار خوب هم نیست خوردن. هرمونه خودش زنگ میکنه، نکل هم گیوشو میرگیشون پلاسکو بالکل از نگاه طب خوب نیست که خود دکتر صاحبا میگن نخوریدن. موفق باشین، همیشه سربلند باشین و عزیزای بینده من 100% از اینجا باید یک چیز بگیرم به خاطر که از روی دور اومدیم. میگن نمیشه که دست خالی برم دم خانه برم میگه تو به ما چی آوردی؟ بله خب بچه‌ها نول به ما بتید تو بودیم ما میخوایم در انتخاب تو یک چیز شما انتخاب کنید و ببینیم چی رو برام انتخاب کنید. یک گلاس برات میتونم که یکم ذره آب هم بخوری چای هم بخوری. زنده باشین ببینم. چای میخوری دلت هم میخوری. گلاسک میبینی چقدر یک مقبول گلاس است. بله بسیار دیزاین خوبش داره. دیزاین خوبش هم داره و میبینی گل کندگیز بسیار یک گل خاص است. به حساب چیز طبیعی رنگ شده. رنگای طبیعی. واقعا عزیزای بینده چیزا که هنتیک هست که رنگا که مقبول داره. دیگه به رنگ پدرجان چی رنگ میگن؟ این رنگ چی رنگ میگن؟ این رنگ طبیعی میگن که چیزی که ضرر نداره، هیچ ضرر نداره. زنده باشی پدرجان عزیزم و عزیزای بینده شوخی کردم که نگوین سریع واقعا تحفه گرفت. ما پدرجان عزیزم گفتم شما همچنان زنده باشید. سلامت باشید. پیام خاص گفتنی اگه پیام خاصی می‌داریم. خداوند کریم در اول یک امنیت سراسری در افغانستان بیاره. همین قسمی که فعلا جنگ خاموش است تا با آخر همینطور جنگ خود از افغانستان خاموش بداره. افغانستان به سوی ترقی بره، مردم به سوی پیشرفت به سوی دانش برن، مکتب‌ها باز شود، مردم در کار کسب خود شروع کنن، مردم زندگی خود آرام بکنه و برای ما یگام مارکتینگ جور شود از طرف دولت که یگام بازار خارجی و داخلی برای ما پیدا شود که همین صنعتی که داریم قدر وطندارای ما که دادی علاقه دارن، خارجی‌ها 20 چند علاقه دارن که خارجی‌ها بیان ببینن بخرن. ما میاد پیش بریم و
تا کی پس لیورسون نه ادر که افغانستان هم باید پیش بره، با سواد شود، با دانش شود، جنگ از افغانستان گم شود، مردم ها روشن شوند، بفهمند که جنگ به درد نمیخوره. جنگ بس از جنگ بگذرند، سواد بخوانند، کار کاسبی خود پیش برند، دکانداری خود پیش برند، دانش پیدا کنند، مردم با همراه برادرای خود هویت برادری پیدا کنند. از زشت و کرفت و تو شد و مشد 40 سال 44 سال شد، چی فایده کردیم که بعدش فایده کنیم؟ خداوند کریم اگه امنیت سراسری بیاره و مردم در کار خود، زندگی خود، روزمره زندگی خود یک لقمه روزی حلال پیدا کنه بخوره، از دزدی و پدرتی و دزدی و کارهای خراب مردم دستور داره در کارهای نیک پیمانه. هر کسی که از اولی قفس خود یک لقمه نان پیدا کنه بخوره خوب است. زیادتر کمک‌های خارجی مردم بسیار علاقه کرده که کمک خارجی آمده. ما هیچ کمک خارجی رو کار نداریم، کار بر ما پیدا شد. ما خود ما کار کنیم، ما غیرت داریم، ما همت داریم، ما افغان هستیم. افغان هیچ وقت به غیرت نمیباشه، هیچ وقت پشت کمک خارجی نمیگرده، به شرطی که کار ما رو پس به دست ما بدین. مثلا من کلال هستم، من صنعت دارم، من این کارم ترقی کنم، من چی میکنم کمک؟ مثلا یکی دیگه بافنده است، یکی دیگه پوسیندوز است، یکی دیگه مثلا نجار است، یکی دیگه عکاک است، یکی زرگر است. می هر کسی در رشته کار خود، یکی دکاندار است. مردم در کار خود شروع کنه. گدایگیری ما هیچ افغانان نمیخوان گدایگر باشن. موفق باشین و زنده باشین. از پیام که به هموطنان عزیز دادین و کسایی که پیام پدرجان شنیدن انشالله که بگیرن چیزایشه و گلاس در جایش میمانم که پدرجان عزیزم خفه نشه، نگویه که از دکان ما توفه گرفته و پدرجان عزیزم در گفتن از اینجا رنگیش من میگیرم از پیشتان، رنگیش میگیرم که ما میخوایم میره در یک تاق بلند بانم، چون میخوایم که یک چیز انتیک پیش ما باشه و من حیث ازی باشه که یک چیز هست که انتیک است و نمونه هست. بس که کارکرد پدرجانم است و زنده باشین. خدا حافظ. بیشتر عزیز وقتانه نمیگیرم. خدا حافظ. تشکر که شما آمدید در کلبه ویرانه از ما دیدن کردید. خدا نکنه پدرجان، ما همیشه میایم دردای ما رو به مردم برسانید که اینطور درد داریم، ما مشکل داریم، بازار نداریم، بازاریابی نداریم، مارکتینگ نداریم. ما این صنایع دستی ما بسیار خارجی علاقه دارن. خارجی خو نیست، عالمی داخلی ها هستن، اما داخلی ها با جبین باز بیان و به تشویش بیان که چیزی گپی نیست بیان. زنده باشین. خدا حافظ پدرجان عزیزم. عزیزای بینده برنامه ادامه داره، با ما همراه باشین. من تنها نگذارید. خب بینده های عزیز، پیش کسی هستم که از جلال آباد به نظر اینجا آمده و خواستن ظرفای گلی بخرن. خوب است صدمه؟ سلامونه د یوټیوب چینل ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. جلال آباد نه راغلی چون بعضې ظرفونه مو واخیستل د خپل کورنۍ په خاطر، نو دلته راغلو. استالف واقعیت ډېر ښایسته ځای دی، چون دوکانونه ډېر دغه دي. دوی ته باید دولت نور هم کار وکړي چې د خپلو وطنوالو دپاره ډېر داسې څه برابر کړي چې هغه د خپل کشور کې د موږ او نورو کشورونو ته صادر کړي. نو دا د موږ او تاسو د افتخار ځای دی. قدماتان سرچشمای ما دیگه از جای دور آمدن، این از جلال آباد دیگه. چی خریدین؟ یو 4 دانه امجکونه واخیسته، میوه دانه هم واخیسته، ګیلاسونه هم واخیسته. دیگه میبرید بخیر جلال آباد؟ او دا خپل کور ته وړو. کسایی که ببینه بگوی الله چرا به من آوردی؟ او چون دا شیان هلته نه پیدا کیږي. که نور ولایتونو ته لاړ شئ، چون دا هغه صنایع دي چې لاس جوړ شوي، دا بل ځای کې نه پیدا کیږي او دومره زینتي فکر نه کوم بل ځای پیدا. چکر هم آمدی دیگه؟ او چکر ته هم راغلي و دلته راغلو. دا شیان هم خوښ شو، دا به ځان سره نیسي. موفق باشی انشالله، به خیر خوبی ببریش که از پیش تا در میده نشه. نه هغې ته انشاءالله احتیاط. در خانه بگوی به تاوان چرا میده کردی؟ نه خو ما استاد ته بویل چې لږ په احتیاط لاړ شه. احتیاط تا کوک میده نشه. تشکر. بخیر بیادر عزیزم، وقت نمیگیریم. موتر تا همونجا استاد سرشان وقت شده دیگه. حالا ما که فلسفه شروع کنیم بگوی این دختر وقت مرا گرفتی. تشکر. خداحافظی کوک بینده های خدای پامان ټول ملګرو نه دوستان نه به هم راشه استالف ته نږدې نه، استالف نږدې نه وګورئ، چون ډېر ښایسته د سیل او د تفریح ځای دی. موفق باشی. خداحافظ برادر. سلام علیکم. خوب هستین؟ سلام. چطور است؟ خودتون چطور هستین؟ شکر میره بالا خود. هم تا من کاملا پیشتون گفتم باشه اول تا بگید. خیر بینی. خوب هستی سلام؟ شکر من. شما خوب هستین؟ شکر. زنده باشی. نامک خندتون چیست؟ حاجی میرغلام رسول. حاجی میرغلام رسول. چه یک نام عزیز دارین؟ دکان کاسه فروشی دارین، کاسه شوربا. کاسه دیگه، کاسه چیزایی که میبینید میشه دیگه.
اون خودت میبینی دیگه تو گفتم نباشی بله و بعضی چیزایی هست که درباره‌اش زیادتر معلومات ندارم. اگه شما یک تشریف بیارید مامور بر من معلومات بدید. چی رو بگم؟ مثلا این چیزایی که انتیک اینجا هست بخصوص امی یک چیز اینجا که هست همین اگه درباره‌اش برای معلومات بدین که چیه؟ این خب پاتنوس است دیگه. پتنوس است یا میوه تازه رو دیگه میوه تازه دیمانده باشه بله. آها زنده باشون ایزای بینده بسیار یک چیزایی که انتیک هست. و پتنوس چی است پدر جان؟ ظرفان یا میوه‌دانی است پدرم؟ خب بسیار چیزای انتیک هست بینده ها. میوه‌دانی هم کمون میشه. به ظرف چای هم میشه به میوه. مدت چند سال است که اینجا هستین و کار میکنین؟ 20 سال شد. 20 سال شد؟ در این مدت 20 سال چطور است مثال فروشات؟ فروشات خواه کل جای خراب است. یک تن آخه یک من نیست که کل کارا بند است خراب. زنده خودت باشین میفهمی دیگه. بله اما خب 100% میفهمیم چون در این مشکلات کلمی بسته کشور ما بند ماندن. نه دسلاف است نه کار است. تا بگه میشین بگه خواهیم میکنم میریم خلاص برد. زنده و سلامت و ایده سرجاش میمانم. خب و بینده های عزیز بسیار چیزای انتیک هست که هر چیز که اینجا هست کلش گلی هست و ساخت بسیار چیزای خوبش داره. و پدر جان این قیمتش چند است و چند تهیه شده؟ این قیمت از این 250 روپیه فروشیم 230 220 220 نفروشیم تا 200 فروخته میشه. بله بسیار چیزا که انتیک هست که واقعا نمونه خاص داره. در پشت از این چی نوشته است؟ کافی. بسیار چیزا که انتیک هست که از این چطور از فروختین یا نیده چند وقت؟ نه دیگه دیروز رو جمعه کنم باور ده 1000 کم سودا نکرد. با چطور از خودتون هم کاسه جور تهیه میکنین یا نه؟ فقط به شما میایه و شما به فروش میرسین؟ زنده باشین بیشتر از این مزاحم پدرجان نشون چون شاید حوصله نداشته باشن کلمات زیاد پرحرفی کنم. پدرجان عزیزم خداحافظی میکنیم امرویتان. اگه به بینده های عزیز کدام گفتن هیچ چیز گفتن ندارم دیگه چی بگم موفق باشین. کسب دکانداری ما دیگه مازیش نیست دیگه گفتن نمیشه. زنده و سلامت باشین. میکنیم سودا میکنیم روزا جمعه 4000 5000 سودا می باور دیروز 1000 پم سودا میکنیم. ان شاء الله خداوند برکت بده در دکانتون و تا شام ان شاء الله ما میگم یگان 100 چیزا خیر بی چای میخوام خود چای تا خدا حافظ پدرجان عزیز موفق باشین. هموطنان عزیزم این بود گزارش امروز ما که از شهر استالف برای شما تهیه کردیم. امید که از کاسای استالفی دیده باشین و چند دقیقه خوشتان آمده باشه. امید که چیزایی رو بر شما نشان داده باشیم که واقعا دیدنی بود و انتیک بود. تا دیدار بعد به خداوند یکتا و بی همتا میسپارمتان. منتظر گزارش بعدی باشین. خدا حافظ.